آموزش 2-4-9 از اون آموزش هایی که شما حتما باید تا انتها دقت بکنید و بعد از اینکه تمرینات من به شما دادم خیلی اصولی و دقیقاً تمرینات انجام بدین و باعث افزایش رکورد شما توی آزمون استخدام آتش نشانی بشه. خب توضیح میدم در رابطه با آیتم 4-9. محسن جان این مسیر رو 4 مرتبه برو و برگرد. یک مسافت 9 متری رو برو محسن. یک مسافت 9 متری رو شما باید 4 مرتبه برین، برگردین، برین و برگردین. زمانی که از خط پایان رد بشین برای شما داور اون کلیک رو میزنه یا کرونومتر رو میزنه و باعث میشه که تایم شما ثبت بشه. حالا شما برای اینکه بتونید یک رکورد خوب داشته باشین باید 4 مدل تمرین رو به صورت اصولی انجام بدید. اولین تمرینش چیه؟ اولین تمرینی که شما یک مسافت 15 الی 20 متری انتخاب بکنید. اون مسافت 15 الی 20 متری الان از اینجا تا انتها حدوداً 20 متر. بیا اینور محسن، بیا اینور تا انتهای اون زمین. اولین کاری که باید انجام بدین استارت. یک استارت 15 متری بزن، برو. استارتتون رو با نهایت سرعتتون میزنید. نه برگرد اینجا. اکثر شما ممکنه این اشتباه رو داشته باشید. تا انتهای پیست، یعنی تا انتهای زمین خاکی استارت بزن. آره برو. 3 2 1 برو. 3 مرتبه استارت سرعتی با تمام توانتون 15 متر، 20 متر، 25 متر 3 مرتبه این استارت رو توی برنامه تمرینیتون تو مرحله اول داشته باشین. زمانی که این استارت های 15 الی 20 متری رو زدین شما باید بیاین سراغ چی؟ سراغ حرکت های تعادلی. مثلا میای از فاصله دور استارت میزنی، وای میستی. چرخش رو داشته باشین. چرا؟ چون تو حرکت 4-9 شما باید یک چرخشی رو داشته باشین. حالا یا باید یک جایی رو تاچ بکنید یا باید یک وسیله رو بردارین و برگردین. برای همین مضمون شما باید دور زدن ها رو تمرین بکنید. محسن اونجا وایسا تو این فاصله 2-3 متری. خب حالا برس لب خط و یک چرخش رو نشون بده. پای محسن رو بگیر. ببینی زمانی که محسن برمیگرده رو به مسیر جلو، یعنی شما مجدد میری به سمت جلو و یک مسیری رو میخوای طی بکنی. دیگه منتظر این نیستش که بمونی و برگردی. این تمرینات شما باید چند دفعه انجام بدین. دوباره وایسا محسن، همینجا وایسا، بیا برگرد. میبینی برمیگردی. حالا یا پاتون باید از اون لیزر رد بشه یا دستتون باید بیاد یه چیزی رو برداره و بره و این باعث میشه که شما تمرین تعادلی داشته باشید توی چرخش هاتون، توی سرعتتون. و گفتیم 1 سرعت میزنید، استارت میزنید. 2 میاین تمرین تعادلی 10 مرتبه 15 مرتبه میاین و روی چرخشاتون کار میکنید. حالا میتونید از یک بطری آب معدنی استفاده بکنید. اون بطری آب معدنی رو گذاشتین، بیاین بردارید و به سمت مانع بعدی حرکت کنید. این نباشه که محسن بیا و حرکت رو خیلی ساده بزن، بیا استاپ کن. میبینی خیلی از بچه‌ها میان استاپ میکنن، اینجوری میان و برمیگردن. شما باید زمانی که به سمت اون حالا آیتم یا به سمت اون مانع شروع به حرکت کردین، وقتی که رسیدین اونجا چرخش رو داشته باشید. حالا چه با پا چه با دست که بخواید یک وسیله رو بردارین و به سمت مانع بعدی حرکت کنید. حرکت بعدی که شما باید انجام بدین قوی کردن پاهاتونه. قوی کردن پاها چجوری صورت میگیره؟ هم میتونید با وزن بدن این کار رو انجام بدین. محسن بیا جلو. هم میتونید با وزن بدن این کار رو انجام بدین. محسن 5 تا اسکوات جامپ بزن. اسکوات جامپ نگاه کن. پا به اندازه عرضشونه باز میشه. پاهاتون در زاویه ساعت 1 و 11 قرار میگیره. یه ذره به سمت بیرون متمایل کن. نه عرضشونه به سمت بیرون. خوبه. میشینید، بشین، بپر بالا. بشین، بپر بالا. ببینید زمانی که میاد پایین دستاش رو با خودش میاره، زمانی که میخواد بره بالا از دستاش کمک میکنه برای جامپ کردنش. حرکت بعدی لانگز بزن محسن، لانگز فوروارد بزن، میزنی، برو، باریکلا، برو باریکلا. خب هر کدوم از این حرکت ها رو 3 تا 10 تا، یعنی 3 تا 10 تا لانگز، 3 تا 10 تا اسکوات، جامپ. 3 تا حرکت هم میتونید از یک وسیله کمک بگیریم پیستول مانند. یعنی بیا با من، وسیله اینجا باهاتون باشه یا یک وسیله رو ازش استفاده میکنی، دستت رو میذاری مثلا پیستول بزن، بشین، بلند شو، باریکلا، بشین، بلند شو.
هم این حرکت رو میتونید بزنید، هم لانگ جامپتون رو میتونید بزنید، هم اسکوات جامپتون رو میتونید بزنید. این سه تا حرکت رو هر کدومش رو 10 مرتبه توی روزی که تمرین حرکت 4 در 9 رو داشتیم. پس اول میاین چه کاری انجام میدین؟ استارت های سرعتی میزنین. دوم میاین روی چرخشاتون کار میکنین. سوم میاین روی حرکات قدرتی کار میکنید. و چهارمی حرکت اینه که شما قبل از اینکه بخواید رکورد بگیرین از خودتون، نه چیکار میکنین؟ این مسافت 4 در 9 رو بدون اینکه بخواید استارت بزنین فقط قلق گیری میکنی. 4-5 مرتبه قلق گیری میکنی، میری برمیگردی. محسن قلق گیری کن، بیا 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 رو محسن زوم باش. داور وای میسته، شما پشت خط شروع هستین و میگه 3 2 1 استارت میزنی. حالا محسن داره آروم میره برای قلق گیری، شما هم باید همینجوری قلق گیری کنی. میای حالا میری برمیگردی. گفتم یا باید یک وسیله رو توی دستتون بردارین یا اینکه از اون لیزر یا از اون خطی گذاشتن رد بشین. حالا یکی دیگه از مهمترین اصولی که شما توی آیتم 4 در 9 باید یاد بگیرین اینه که توی مرحله آخری که دارین برمیگردین نگاهتون به خط پایان نباشه. 4-5 متر جلوتر از خط پایان رو مد نظرتون داشته باشین. یعنی یک استارت قدرتی میزنی، از خط پایان رد میشی. ببین ثانیه ها سرنوشت سازن. خب و اگر شما بتونید توی 8.2 ثانیه این آیتم رو بزنید، 85 نمره آیتم رو گرفتید. و شما برای اینکه بتونید همه آیتم ها رو 100 بزنید، همین تمرین تخصصی که دارم بهتون میگم کافیه. حالا اگر وزنتون بالا، شما باید رژیم غذایی بگیرید. اگر سرعتتون پایینه باید بیاین روی استارت هاتون کار بکنید. اگه عضلاتتون ضعیفه باید بیاین روی حرکات قدرتی کار بکنید. 4-5 مدل حرکت رو شما باید پشت سر هم دیگه انجام بدین تا بتونین اون حرکت رو در بیارین. ببین 100 آیتم 8.4 ثانیه است. حالا شما میتونید 10 ثانیه بزنید نمره کمتری بگیرید. اگه 10-12 ثانیه به بالا بزنید کلا حذف، هیچ نمره‌ای ندید. بعد توی صدم‌های ثانیه نمره ها جابجا میشه. به خاطر همینه که میگم وقتی رفتی برگشتی استارت بزن، با تمام توانت استارت که بزنی باعث میشه که شما صدم ثانیه از اطرافیان جلوتر باشین. یک صدم ثانیه از زودتر از اطرافیانت از این خط رد بشی باعث میشه که نمرت بالاتر بشه. موفق باشین. توی قسمت بعدی تمرین تخصصی تر آیتم 4 در 9 رو براتون میذارم، حتما نگاه بکنید و لایک و کامنت فراموش نشه. موفق باشید رفقا.